درود و وقت بخیر. به مهمترین های ساعت 3 از یک خوش آمدید. من سید بلال سیاد هستم. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اعلامیه گفته که شهروندان افغانستان در سال جاری به بزرگترین جمعیت پناهندگان در سطح جهان تبدیل شده و از پناهجویان سوریه پیشی گرفته است. در اعلامیه آمده است که از سال 2021 بیش از 1.6 میلیون افغان برای تأمین امنیت خود به ایران و پاکستان پناهنده شدند. با گفته این سازمان، دو کشور میزبان اکنون بیش از 8 میلیون افغان را در خود جای داده‌اند. کنسولگری افغانستان در کراچی گفته است که 15 مهاجر افغان از جمله کودکان که به دلایل مختلف در حوزه پلیس ماچکو در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بودند رها شدند. با گفته این کنسولگری، از میان این افراد 10 تن دارای کارت‌های مهاجرت بودند و 5 تن دیگر فاقد مدارک قانونی اند. دادگاه بین المللی جنایت‌های بنگلادش حکم بازداشت شیخ حسینه نخست وزیر پیشین این کشور را صادر کرده است. شیخ حسینه که در ماه آگوست امسال به هند فرار کرده بود، به دست داشتن در کشتار دسته جمعی در اعتراضهای دانشجویی در بنگلادش متهم شده است. بر اساس گزارش رویترز، حکم بازداشت برای 50 نفر دیگر از جمله مشاوران نزدیک خانم حسینه نیز صادر شده و آنان به مرتکب شدن جنایت در برابر بشریت در جریان اعتراضهای دانشجویان این کشور متهم شدند. ارتش اسرائیل تایید کرده است که یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه کشته شده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که نیروهای این کشور در جریان عملیات زمینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه 3 شبه نظامی را کشتند و اجساد آنها را بردند. رادیو ارتش اسرائیل تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس در جریان حمله نیروهای اسرائیلی به ساختمان در رفح در روز چهارشنبه جان باخته است. این در حالی است که جنبش حماس تا اکنون در مورد ادعای اسرائیل درباره کشته شدن سنوار چیزی نگفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی ضمن اینکه جان باختن یحیی سنوار رهبر حماس را تایید کرد، گفت که اکنون زمان آن رسیده که غزه از شر حماس رها شود. نتانیاهو با اشاره به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی گفته است که آنان این جنگ را تا آوردن همه گروگان‌ها به خانه ادامه می‌دهند. امارات اسلامی برای بررسی چگونگی تیرباران مهاجران افغان در مرز میان ایران و پاکستان هیئت بلندپایه‌ای را موظف کرده است. معاون سخنگوی امارات اسلامی می‌افزاید که این هیئت پس از بررسی همه‌جانبه گزارش خود را به رئیس الوزراء ارائه می‌کند. در همین حال، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان و شهروندان کشور از نهادهای ملی و بین المللی خواستند که عاملان این رویداد را به کیفر برسانند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر با مصطفی گوکسو سفیر ترکیه در آن کشور دیدار کرده است. آقای شاهین در برگه ایکسش نگاشته که در این دیدار دو طرف درباره روابط دوجانبه کابل و استانبول، بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت از افزایش میزان صادرات و واردات افغانستان و ایران در جریان 9 ماه پسین خبر داده است. سخنگوی این وزارت میگوید که در این مدت به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار میان افغانستان و ایران صادرات و واردات شده است. از توجهتان به این بسته خبری سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.